با درود و گفتاری دیگر از دانشگاه زال آکادمی پررو www.zalacademies.org. کیخسرو پس از گریختن معجزه‌آسا از چنگال تورانیان پادشاه ایران می شود. همطور که سال گذشته دیدیم سیاوش پسر کیکاووس بود و کیخسرو هم پسر سیاوش. به هر حال کیخسرو پس از گریختن معجزه‌آسا از چنگال تورانیان پادشاه ایران می شود. در دوران کیخسرو باز خوشیست و آبادانی که به ایران شهر رو می کند تا می رسیم به این که کیخسرو در اواخر پادشاهیش زاهد و پارسا می شود و تارک دنیا. او به کوه می زند و از دلاورانی که دنبال او می رفتند و نمی خواستند از او جدا شوند می گوید شما دنبال من نباید بیایید و نمی توانید بیایید. اما پهلوانان ایرانی رفتند و در طوفان برف همگی از پای در آمدند و کیخسرو در کوه ناپدید شد. کیخسرو پیش از رفتن به گوشه تنهایی کمک می کند برای پیدا کردن جانشینی برای خودش. این جانشین لهراسپ است و سپس گشتاسپ. پادشاهی گشتاسپ و زندگی اسفندیار پسرش رنگ غلیظ مذهبی دارد. گشتاسپ در اوستا یعنی دارنده اسب آماده. اسفندیار در اوستا یعنی مقدس خلق شده. اسفندیار برادر و پدرش نظرکرده زرتشت بودند و زرتشت درباره آنان دعا کرده است. آنها دین زرتشتی را در دنیا گسترانده‌اند. قبل از پرداختن به داستان رستم اسفندیار باید پیش زمینه‌ای خدمت شما بگویم. فردوسی در شاهنامه داستان‌ها را گاهی از قول دهقان نقل می‌کند و گاهی از موبد روایت می‌کند. دکتر محجوب میگوید که دهقانان آدم‌های نخبه و روشنفکر بودند. پس روایت‌های دسته نخست از نخبگانی است که لزوماً مذهبی نبودند. دسته دوم روایت‌ها از قول روحانیانند یعنی موبدان زرتشتی. تفاوت این روایت‌ها گاهی اساسی است. دکتر مهرداد بهار در کتاب خود پژوهشی در اساطیر ایران میگوید خاندان کیانی به دو دسته تقسیم می شود. از کیقباد تا کیخسرو و از لهراسپ تا پایان کار کیانیان که دسته دوم نیز خود از لهراسپ تا بهمن مربوط به خاندان کیانی آسیای میانه و از اردشیر یا همین بهمن تا دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشی است. ظاهراً دسته دوم را به دسته نخستین چسبانده‌اند. در اساطیر کهن با کیخسرو و رفتن او به آسمان این دوره اساطیری به سر می رسیده است. درست به همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است، بنا به اساطیر در پایان جهان باز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید. اما بعدها که دسته دوم را به دنبال دسته اول آوردند و بدان چسباندند، گشتاسپ شاه پایان جهان شد که سلطنت را از کیخسرو تحویل خواهد گرفت. ولی افسانه هایی که در میان مردم وجود داشته است و در شاهنامه نیز منعکس است نشان می دهد که مردم برعکس روحانیان زرتشتی از گشتاسپ راضی نبودند و همچنان اسطوره سلطنت جاودانه کیخسرو را که پر از عدل و داد بوده است پذیرفته و حفظ کردند. اینجا اشعاری از دقیقی در رابطه با رفتن گشتاسپ به سیستان خدمتتان عرض می کنم. یادآوری می کنم که دقیقی تعداد زیادی شعر دارد که فردوسی آنها را بدون دستخوردگی در شاهنامه آورده است. برآمد بسی روزگاران به دوی که خسرو سوی سیستان کرد روی، که منظور گشتاسپ هست، که آنجا کند زند و استا روا، کند موبدان را بدانجا گوا، که منظور از اوستا هست، یعنی رفته بود دین زرتشتی رو گسترش بده. چو آنجا رسید آن گرانمایه شاه، پذیره شدش پهلوان سپاه. و اشعار بیشتری و سپس شه نیمروز آن که رستمش نام، سر او جهان دیده همتای سام، که اینجا رستم به استقبال گشتاسپ میاد و بعد از اشعار زیادی میگه که
و زو زند و کشتی بیاموختند که کشتی منظور کمربند مخصوص زرتشتی هست، ببستند و آذر برافروختند. سر آمد بر این میهمانی 2 سال، همی خورد گشتاسپ با پور زال. از اشعار دقیقی اینطور میفهمیم که گشتاسپ 2 سال میهمان رستم بود و رستم و سیستانیان دین زرتشت را پذیرفتند. دکتر محجوب میگوید که نمیدانیم در این مورد منابع دقیقی چه بوده، اما آنچه که میدانیم این است که در اون دوران سیستان آن روز که سرزمین‌های افغانستان امروزی هست، دین بودایی رواج کامل داشت و بازمانده‌های مجسمه‌های بودا در افغانستان هست. بنابراین اگر دقیقی درست گفته باشد، یعنی که سیستانیان و رستم که احیانا بودایی بودند از دین خود به زرتشتی روی آوردند. اما در قسمت‌های دیگر شاهنامه می‌خوانیم که زال مخالف پادشاهی لهراسپ بود و ضمناً وقتی که گشتاسپ مهمان رستم بود در همین 2 سالی که دقیقی میگوید، ایرانیان از تورانیان شکست میخورند و گشتاسپ برای کمک به تمام دنیا نامه می‌نویسد و درخواست کمک میکند، ولی از رستم که پیش او بود تقاضای کمک نمیکند و همچنین رستم خود نیز داوطلب کمک به ایران نمی شود، در حالی که ایرانیان از تورانیان شکست سختی خورده بودند. در مورد دیگر که در داستان رستم و اسفندیار است و خدمت شما خواهم گفت، گشتاسپ دستور می دهد که رستم را دستگیر کنند و دست بسته به دربار او بیاورند. تمام این قرائن نشان می دهد که رستم و خانواده پهلوانی ایران با گشتاسپ و سلطنت بعد از لهراسپ رابطه خوبی نداشتند. در اینجا پرسش‌های چندی مطرح می شود. چرا گشتاسپ 2 سال در سیستان بود و برنگشت؟ آیا تبلیغ دین جدید زرتشتی پیشرفت نمی کرد؟ چرا گشتاسپ از رستم در مقابل تورانیان کمک نمی خواهد؟ چرا رستم خود پیشنهاد یاری نمی کند؟ چرا گشتاسپ دستور دستگیری رستم را می دهد؟ در اینجا جوابهایی برای این سوالها ارائه نشده و در اشعار ما صریحاً نمی‌خوانیم. آیا چیزی را پنهان کردند؟ قرائنی میگوید که سلسله پهلوانی ایرانیان با گشتاسپ و سلسله کیانی بعد از لهراسپ رابطه خوبی نداشتند. با این پیش زمینه‌ای که خدمتتان گفتم، داستان غم‌انگیز رستم و اسفندیار رو شروع می‌کنیم. این داستان در خود درس‌های چندی را جا داده و پایان دهنده داستان‌های پهلوانی ایرانیان است. گشتاسپ یکی از شخصیت‌های محوری داستان است، همراه با ناروشنی‌ها و ابهاماتی که پیش از این اشاره کردم. گشتاسپ تاکنون چندین بار به پسر پهلوان و شایسته خود اسفندیار در برابر مأموریت‌هایی که برخی از آنان از سختی انجام ناپذیر می نمایند قول تاج و تخت داده است تا او را از سر خود دور کند. اسفندیار هر بار معجزه‌آسا مأموریت‌ها را انجام داده است و سپس با نیرنگ پدر دست به سر شده است. جالب است که این حیله‌گری‌ها فقط در برخی روایات منعکس است. دست بستن رستم و آوردن او به دربار خود آخرین مأموریت اسفندیار است. باز دکتر مهرداد بهار در مورد گشتاسپ حرفش را روشن می کند که ظاهراً برمی آید که در ایران 2 سنت داستانی درباره گشتاسپ وجود داشته است. یکی سنتی است که موبدان زرتشتی حافظ و ناقل آن بوده و بنابراین او شاهی نیرومند و دادگستر بوده. روایت دوم به ظاهر متعلق به مردم بوده است که در شاهنامه منعکس است و بر اساس آن گشتاسپ نه چندان عادل که ستمگر بوده است. او مردی حسود، خودخواه و نیرنگ باز بود و در برابر تورانیان قادر به دفاع از میهن نبود و فرزند خود اسفندیار را آگاهانه به کشتن داد و سعی داشت رستم را با تحقیر و توهین دست بسته به دربار خود احضار کند. زنده یاد دکتر محجوب با شعرخوانی شیرینش در پردازش داستان رستم و اسفندیار آن را زیباترین داستان شاهنامه می‌داند. در این حال این داستانی است دراز با فراز و فرودهایی چند.
از تعارفات و سخنان ستایش‌آمیز بین رستم و اسفندیار گرفته تا توهین آشکار و حالگیری و گردگیری در آن هست. متاسفانه به علت کمی وقت نمیتوانم به شعرهای داستان اشاره کنم، هرچند فقط مختصری در چند جایی به بعضی اشاره خواهم کرد. پس از فرمان گشتاسپ برای دست بستن رستم و آوردنش به درگاه شاه، اسفندیار به طرف زابلستان حرکت می کند و در کنار رود هیرمند اردو می زند. در اشعار که اینجا می شنوید، رستم به کنار هیرمند برای دیدار اسفندیار، یعنی اولین دیدار، می آید و همطور که در اشعار معلوم هست رابطه ها خوب هست و دو طرف به هم احترام می گذارند و اسفندیار نیز به سوی رستم حرکت می کند. آواز خوش و اشعار زیبا شکوه تهمتن و شاهزاده اسفندیار را زنده می کند. همونطور که می بینید اسب‌ها رو در روی هم شیهه می کشند و خوش آمد می گویند. اسفندیار کوشش زیاد می کند که رستم را با صلح و آرامش راضی کند که دستبند به دست خود بزند و می گوید تو خود بند بر پای نه بیدرنگ، نباشد ز بند شهنشاه ننگ. اسفندیار که با رستم دشمنی ندارد، او فقط مأموریتش را می‌خواهد انجام دهد که به تاج و تخت برسد و همینطور رستم هم با اسفندیار دشمنی ندارد، ولی این تقاضای بزرگی است. به هر صورت کوشش‌ها و تعارفات به جایی نمی‌رسند و کم کم راه را به توهین و حرف‌های درشت باز می‌کنند. در یک فراز داستان اسفندیار به پدر رستم یعنی زال توهین می کند و برمیگردد به همون داستان زال که سیمرغ آمد زال را برداشت. به هر صورت میگوید که حتی زال انقدر پست بود که سیمرغ نمیخواست حتی او رو بخورد، به عنوان غذا هم قبول نداشت، یعنی که زال اصلا تباری نداشت. بعد میگوید که خب بعدها تو به دنیا آمدی و چون پهلوان بودی از قبل تو زال یک سر و سامانی پیدا کرد و بعد پدران من بودند که او رو بالا کشیدند و الان یک احترام و سابقه خوبی به هم زده و تبار خودش رو به رخ رستم میکشه و رستم خیلی دلگیر میشه و این توهین آشکار و بزرگی هست به او. به هر صورت رستم برمیگرده و به همون حرفهای اسفندیار که تبار خودشو به رخ کشیده اینطوری میگه: گر از یال کاووس خون آمدی، ز پشتش سیاووش
چون آمدی، که اینجا یال یعنی گردن هست. اگر یادتان باشه پارسال گفتیم که کیکاووس رو در هاماوران دیوها دستگیر کردند و اگر رستم نبود که پس از گذشتن از 7 خان رفت و نجات داد، کیکاووس ممکن بود که وجود نمی داشت. رستم هم به همین اشاره میکنه که این دودمانی که تو به اونها افتخار میکنی از کیکاووس و سیاوش کیخسرو، اگر من نرفته بودم هاماوران کیکاووس رو نجات بدم که سیاوش که پسرش بود به دنیا نمی اومد. و از او شاه کیخسرو پاک و راد که لهراسپ را تاج بر سر نهاد. و سپس از سیاوش کیخسرو به وجود نمی آمد که بعد تاجو به سر پدر بزرگ تو بذاره. یعنی تمام این دودمانی که تو داری به اون افتخار میکنی روی من بود که به وجود اومد و نگه داشته شد. پدرم آن دلیر گرانمایه مرد، زننگ اندران انجمن خاک خورد. که لهراسپ را شاه بایست خواند، از او در جهان نام چندی نماند. اینجا رستم رجوع میکنه به همون داستانی که در مجلس کیخسرو زال مخالفتش رو با سلطنت لهراسپ اعلام میکنه و به جایی میرسه که به خاطر احترام کیخسرو میبایستی کوتاه بیاد و ساکت بشه، که اینجا رستم میگه که پدرم خاک خورد، اصلا چه نازی بدین تاج گشتاسپی، بدین تازه آیین لهراسپی. که اینجا این تازه آیین لهراسپی رو یادتون باشه تا بعداً در این گفتار بهش دوباره برسیم.